تعداد بیماران شناسایی شده طی 24 ساعت گذشته بر اساس معیارهای تشخیص قطعی 2697 نفر گزارش شدند که از این تعداد 1331 نفر در مراکز درمانی بستری شدند. در حال حاضر تعداد موارد بستری در بخش مراقبت‌های ویژه مراکز درمانی 4129 نفر هستند که براشون آرزوی سلامتی و بهبودی داریم. ضمن ابراز همدردی با خانواده‌های داغ دیده، متاسفانه طی 24 ساعت گذشته 185 نفر از هموطنان عزیزمون رو در اثر ابتلا به بیماری کووید 19 از دست دادیم که با احتساب این مجموع جانباختگان تا به امروز به 17802 نفر رسیدند. مجموع موارد شناسایی شده تا به امروز 317483 نفر هستند که از این تعداد 274932 نفر به لطف الهی و تلاش شبانه روزی کادر بهداشت و درمان بهبود یافتند.